السلام علیکم ای بلبل اسلام. از شما خواهش دارم که با همین سوال من جواب پره گردانید. اگر برادر دادر خودش را از مادر دشنام دهد، حال این برادر چی می شده باشد؟ با احترام مخلص اشدی شما. اکنون این برادری که برادر خودش را از مادر دشنام می دهد، این نشانه ابلهی وی است. این ابله می گویند. این ابله می دونه نه، آدم احمق، آدم بی فراست، آدم بدبخت. زیرا ابلهی او از همین معلوم می شود که مادر همون برادرش مادر وی هم هست. وی مادر تنها اون برادر نیست، همون برادر هم همون مادر به دنیا آورده است، این کثافت هم همون مادر به دنیا آورده است. وقتی که همون برادر که دشنام داد تصور نمیکرد که مادر دشنام داده ایستاده است. وقتی تو اگر ندانی، من برای تو خبر میدهم که خداوند قادر و بی همتا در سوره لقمان به ما و شما میگوید و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وحنا علی وحن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. این خداوند سپارشش است. و وصینا، مفسران میگن خداوند میگن من سپارش میدهم، وظیفه‌دار میکنم فرزند آدم را که با پدر و مادرش باید که مهربان باشد، علل خصوص با مادر میگوید خدا. زیرا برای چی؟ زیرا که خدا گفته ایستاده است و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وحنا علی وحن. زیرا که مشقه علی المشقه، زیرا که وی یک گوشپاره در شکم مادر بود، روز به روز وی به کیلو به چند کیلو تبدیل می‌یافت. این مادر وی در شکم می‌برداشت. وقتی زاییدن، وقتی تولد که نزدیک میشد، همین مادر دعا میکرد که پروردگارا همین فرزند من سالم برآید، من راضی اگرچه من از دنیا هم که گذرم، خدای همین فرزند مرا سالم به دنیا برآر. انا همین مادری که مشقت به مشقت این کثافت در شکم به خود برداشته است، امروز وی دشنام کننده مادر است. و فصاله فی عامین، خداوند بین دوام میدهد آیت. این مادر برای شما 2 سال دیگر باز شیر داد، 2 سال دیگر شیر داد. یک شب همه شما قریب زندار هستین، یک شب همون احوال عائلت نظر کن. اگر کودک معده داشته باشد چند قدر زحمت میکشد، بار هم اوف نمیگد. باور کن 10 بار از همون گهواره بیرون میکند، بدن هم را تماشا میکند، روغن میکند، میگذارد، شیر میدهد برای همین روز که باید دشنام دهی. ای خدا زنت را. مرد پیش پیغمبر آمد، من احق الناس بحسن صحابتی. ای پیغمبری خدا، از همه ده حقی بلند کی دارد که من او را اطاعت کنم؟ پیغمبر چی گفتن؟ امک. ثم من یا رسول الله؟ فهمیدم. پیغمبر گفتن مادرت. گفتم فهمیدم پیغمبری خدا، مادر با قدر هست. ثم من، بعد از آن کی هست؟ پیغمبر امک، باز مادرت. پیغمبری خدا فهمیدم، باز ثم امک، باز پیغمبر باز مادرت گفتن. ثم من یا رسول الله؟ ثم اباک، بعد از آن پدرت. 3 بار مادرت مادرت مادرت، بعد پدرت. ان رجلا قال یا رسول الله ما حق الوالدین علی ولدهما؟ پیغمبری خدا من سوالی دارم. یک جوان سوال دادن، حق پدر و مادر بالای فرزند چی است؟ چند قدر حق دارن؟ پیغمبر چی گفتن؟ قال هما جنتک و نارک. گفتن جوابی مکملت میفاره. جوابی مکمل همین است که همین پدر و مادر تو دوزخ جنتی تو هستند. اگر دوزخی میخوای به حرمتیشان کن، دشنامشان بده. اگر جنت میخوای سرت خم کن، اونها را احترام کن، انشاءالله جنت برای تو نصیب میگردد. این از حق پدر و مادر. من الکبائر شتم الرجل والدیه. پیغمبر گفتن همون بدبخت گفتن خبر بده که از جمله گناه کبیره است کسی که مادرش دشنام میدهد. این گناه کبیره کرده است. انسان به سبب گناه کبیره در آتش دوزخ عذاب داده می شود. وای به حالت. تو نماز بخوانی، تو عبادت خدا را کنی، باز مادر دشنام بدی، پدر دشنام بدی، این چی معنا دارد؟ این چی عبادت است؟